سلام علیکم، امیدوارم که حالتون عالی باشه بچه‌ها. خوش اومدید به قسمت سوم از مینی دوره جمع‌بندی سال نهم. امیدوارم که تا اینجا دو قسمت قبلی رو دیده باشید، از مفاهیم لذت برده باشید. کانال یوتیوبمون رو دیگه تا الان قطعا باید سابسکرایب کرده باشید و زنگوله رو هم روشن کنید، چون هنوز چند تا قسمت مونده و به محض منتشر شدن مطلع میشید و سریع میایید بهش سر میزنید. و بچه‌ها یه لطفی هم بکنید به من، حتما نظرتون رو برام کامنت کنید که آقا این مدل دوره رو میپسندید یا نه، مطالب مفید هست یا مفید نیست، که ما بتونیم اگر قرار شد دوره های بعدی رو هم براتون بر اساس کامنت ها طراحی کنیم دوره مفید تری باشه. بریم سراغ سوال اول از این دوره و یه سری نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. هر آزمونی که گرفته بشه ازتون توی مدرسه و همه آزمون‌های نمونه دولتی که تا الان برگزار شده از این نکته‌ای که میگم سوال داشته، امسال هم قطعا سوال داره. بخونیم صورت سوالو. میگه کدام یک از عوامل زیر جاری شدن یک هیدروکربن را آسان‌تر می‌کند؟ ما می‌خوایم کلاً صحبت کنیم درباره اینکه اصلا هیدروکربن چیه. خیلی مقدماتی بگم. آقا هیدروکربن مولکولیه که فقط توی ساختارش اتم هیدروژن و اتم کربن داره. مثل چی؟ مثل متان 3H4، مثل اتان C2H6. اینا فقط هیدروژن و کربن دارن، پس هیدروکربنن. زیاده، قصهش مفصله تو شیمی سال 11 اگر دوره VIP شیمی 11 رو داشتی اونجا کامل واسهتون توضیحش میدم. حالا رفتار و ویژگی های یک هیدروکربن به چه عواملی بستگی داره؟ بچه‌ها مهمترین ویژگی تعداد اتم کربن. اگر تعداد اتم کربن افزایش پیدا کنه، فلش رو به بالا یعنی افزایش پیدا کردن، چی میشه؟ ویژگی ها دچار تغییر میشن. اولین ویژگی که تغییر میکنه نیروی ربایش یا همون نیروی جاذبه بین مولکولیه. خب حالا ببین، نیروی جاذبه بین مولکولی افزایش پیدا کرد، اینم میره بالا و یه سری رفتار و ویژگی ها تغییر میکنه. نکته اول نقطه جوش. هممون میدونیم دیگه نقطه جوش دماییه که مایع به گاز تبدیل میشه. وقتی نیروی ربایش بین مولکولی افزایش پیدا کنه نقطه جوش هم افزایش پیدا کنه. نکته دوم جاری شدن. ببین هر چقدر این نیروی قوی تر بشه جریان پیدا کردن و حرکت کردنش سخت میشه، پس جاری شدن کاهش پیدا میکنه. بعدی رو اسمشو میذارم فراریت. فراریت هم کاهش پیدا میکنه. بچه‌ها ما یه مفهومی هم داریم برعکس جاری شدنه، بهش میگن گران روی. در این صورت گران روی زیاد میشه. حالا من اینا رو توضیح بدم. یه لیوان آب، یه لیوان عسل. اگه همزمان اینا رو برعکس کنم قطعا آب خیلی سریعتر جریان پیدا میکنه و از لیوان خارج میشه. چه نتیجه میتونم بگیرم؟ نتیجه میگیرم آب خاصیت جاری شدن یا جریان پیدا کردنش بالاه، اما گران رویش پایینه. گران روی تعریف ساده، مقاومت در برابر جریان پیدا کردن. این از این. فراریت چیه؟ آقا اگه یه جایی بنزین بریزه هیچکس نمیره خشکش کنه، یا اگر خانوما در ظرف استونشون رو باز بذارن چی میشه؟ برن بیان میبینن نصفش نیست، پریده. فراریت یعنی فرار مولکول ها از سطح مایع. اینم داشته باش. پس ما الان یه سری نکات خیلی خیلی مهم رو یاد گرفتیم که همه رو با چی توجیه میکنیم؟ با تعداد اتم کربن. و البته یه نکته دیگه هم اینجا میشه مطرح کرد. بچه‌ها این گران روی یا جاری شدن با افزایش دما تغییر میکنه. یعنی وقتی من دما رو افزایش میدم نیروهای بین مولکولیم ضعیفتر میشن و جریان پیدا کردن بیشتر میشه. این هم داشته باشید. بریم سراغ گزینه هامون با رنگ قرمز و بزرگتر. میگه آقا ما میخوایم آسانتر جاری بشود. خب دما رو افزایش بدیم قبوله، اما اگه تعداد اتم کربن زیاد بشه جاری شدن سخت میشه. دما رو افزایش بدیم جاری شدن افزایش پیدا میکنه. هر چقدر هم تعداد اتم کربن کمتر باشه بازم جاری شدن بیشتره. جواب اون همین گزینه دو. نقطه جوش پایین. نقطه جوش پایین یعنی تعداد اتم کربن کم، کاهش فشار. فشار ربطی روی جاری شدن
تأثیر جاری شدن نداره. پس اینم خدافظ. نقطه جوش بالا، آقا نقطه جوش بالا یعنی تعداد اتم کربن بالا، هر چقدر کربن بیشتر باشه جاری شدن کمتره. اینم از این نکته از همین الان میگم توی آزمون نمونه دولتی قطعا ازش سوال میاد، قطعا و حتما. جواب گزینه شماره 2. این سوال رو بررسی کنیم درباره برج تقدیر. چند تا نکته مهم بهتون بگم. برج تقدیر هم از اون مطالب به شدت مهم و امتحانیه و تو آزمونی مثل آزمون نمونه دولتی هم پرطرف داره. میگه با توجه به برش‌های نفتی توی برج تقدیر از بالا به پایین تغییر کدوم ویژگی با بقیه متفاوته. خب چند تا مفهوم رو باید توضیح بدیم با هم. مفهوم اول برش نفتی. ببینید بچه‌ها توی برج تقدیر هیدروکربن ها بر اساس تفاوت نقطه جوش از هم جدا میشن. حالا یه سری هیدروکربن ها نقطه جوش نزدیک به هم دارن و با هم جدا میشن. اوکی، ما به اون میگیم برش نفتی. پس هر برش نفتی یک مجموعه ای از هیدروکربن هاست که در برج تقدیر با هم جدا میشن. این از این. نکته دوم، اصلا خود این برج تقدیر قصهش چیه؟ برای جداسازی اجزای نفت خام ازش استفاده میشه. اساس کارش هم گفتم تفاوت نقطه جوش و البته ببینید بچه‌ها برج تقدیر نمیتونه اجزای نفت خام رو دونه دونه از هم سوا کنه. پس به چه صورت جداشون میکنه؟ برش‌های نفتی مختلف. هر برش نفتی چی بود؟ مخلوطی از تعداد هیدروکربن که نقطه جوششون با هم نزدیک. حالا میگه از بالا به پایین، یعنی داره درباره این مسیر از ما میپرسه. اوکی، ببینید بچه‌ها من هر چقدر پایین تر بیام، خب یعنی هر چقدر از بالا به سمت پایین حرکت کنم، اینجا می نویسم تعداد اتم کربنم زیاد میشه، همونی که تو سوال قبلی نوشتم. حالا وقتی تعداد اتم کربن زیاد بشه نیروی بین مولکولی هم زیاد میشه. نیروی بین مولکولی زیاد شد، پس نقطه جوش زیاد میشه، جاری شدن کم میشه، گران روی زیاد میشه. دیگه کجا به بقیه‌اش رو اینور می نویسم؟ فراریت کم میشه، رنگ هم تیره تر میشه، اصطلاحاً هیدروکربنمون هم سنگین تر میشه. پس چی شد؟ وقتی از بالا به پایین دارم حرکت میکنم این اتفاقات میافتد و باید حواسمون بهش باشه. حالا سوال گفته کدوم گزینه متفاوته، ما میریم سراغ گزینه هامون. خب تعداد اتم کربن داره چی میشه؟ داره زیاد میشه. نقطه جوش هم که داره زیاد میشه، تمایل به جاری شدن داره کم میشه، نیروی ربایش بین مولکولی داره زیاد میشه. خب کدوم متفاوته؟ قطعاً گزینه شماره 4. خیلی بچه‌ها به تعریفی که اینجا گفتم دقت کنید. چند تا تعریف مهم گفتم. برش نفتی رو گفتم، برج تقدیر و روش کارش رو گفتم، یک برج تقدیر رو واسهتون کاملا تحلیل کردم. سوال مهمی بود. گزینه 4 هم جوابشه. بریم سراغ سوال سوم این فایل و یه سری نکات رو مجدد با هم مرور کنیم. میگه کدوم عبارت چیه بچه‌ها؟ صحیحه. بگردیم دنبال عبارت درست. خب در ساختار هیدروکربن علاوه بر کربن و هیدروژن ما میتونیم اکسیژن، نیتروژن و گوگرد هم پیدا کنیم. آقا خیلی غلطه دیگه. چرا؟ چون تو سوال قبلی من هیدروکربن ها رو معرفی کردم. گفتم هیدروکربن ها فقط توی ساختارشون کربن و هیدروژن دارن. پس این گزینه غلط. در برج تقدیر نفت خام اجزای هر برش نفتی چی بود؟ یه مخلوطی از هیدروکربن های مختلف. میتونیم بر اساس به طور کامل بر اساس تفاوت نقطه جوش جداسازی کنیم؟ نه دیگه. ما گفتیم مثلا تو برج تقدیر چون یه سری هیدروکربن داریم که نقطه جوششون به هم نزدیکه، نمیتونیم اجزا رو به طور کامل از هم جدا کنیم. پس خدا نگهدار
نفت خام یه مایع رقیق، تموم، بقیه‌اش رو نمیخونم. میدونیم نفت خام یه مایع غلیظ سیاه و البته بدبویی که از چاه نفت استخراج میشه. پس من با این رقیق مشکل دارم، اینم خدا نگهدار. و گزینه 4 میگه پلی اتن یک فراورده است که طی یک تغییر شیمیایی از اتن به دست میاد. موافقم. و خواص فیزیکی متفاوتی با اتن داره. اینم موافقم. آقا اتن چیه؟ من درباره اتن صحبت کنم. این اتنه، پیوند دوگانه داره بین کربن‌هاش، 4 تا هم هیدروژن داره. فرمول بستش میشه C2H4. حالا من اگر n تا یعنی یه تعداد زیادی از این اتنه داشته باشم، توی ظرف دربسته بهش چی بدم؟ گرما بدم. چه اتفاقی میفته؟ خوب گوش کنا. دارم تغییر شیمیایی تشکیل پلی اتن رو بهت یاد میدم. ببین زمانی که گرما میدم این پیوند دوگانه یکی شکسته میشه. یعنی میشه چی؟ یعنی میشه کربن یه دونه پیوند کربن، هیدروژن هم که سر جاشن. ولی از اون ور من قبلا توی فایل های قبلی گفتم، امیدوارم دیده باشی اونا رو، کربن باید 4 تا پیوند داشته باشه. الان چند تا پیوند داره؟ 3 تا. پس یه پیوند اینجا، یه پیوند هم اینجا. کل این میره تو کروشه. این انی که اینجا گذاشتم میاد این پایین و اسمش میشود پلی اتن. این چی بود؟ این اتن بود. حالا پلی اتن و اتن چه فرق هایی با هم دارن؟ ببینید بچه ها، اتن گازه، خب اتن بیرنگه. ولی وقتی دارم درباره پلی اتن صحبت میکنم حالت فیزیکیش جامده و سفید رنگه. دوباره اتن توی ساختارش چی داره؟ اتن توی ساختارش پیوند دوگانه کربن داره، ولی پلی اتن توی ساختارش پیوندهای کربن‌هاش یگانه است. از نظر مقایسه چگالی هم میتونم بگم که اگه اتن رو با شماره 1 نشون بدم، پلی اتن رو با شماره 2، پلی اتن چگالیش بیشتر از اتنه. پلی اتن چگالیش بیشتر از اتن، یعنی زمانی که به پلی تبدیل میشه چگالیش هم افزایش پیدا میکنه. چه تخته ای شد. پس چی شد؟ اینا رو باید حواسمون بهش باشه. نکات مهمیه. پیوند دوگانه هم به پیوند یگانه تبدیل شد. حالا درباره پلی اتن و پلیمری شدن قطعا جلوتر بیشتر صحبت میکنیم. خب پس جوابمون با توجه به همه توضیحات میشه گزینه شماره 4. بریم سراغ سوال 4 این فایل و یه سری نکاتی که توی سوالای قبلی توضیح دادم و نکات مهمیان رو براتون توضیح بدم. فقط بچه‌ها لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که قسمت‌های بعدی که منتشر شد سریعا مطلع بشید و بتونید بیاید بررسی کنید. و اینکه تا اینجا دوره چطور بوده نظرتون رو برام کامنت کنید. اگر سوالی هم هست بپرسید، حتما توی کامنت ها بهتون جواب میدم. چی میگه سوال به من؟ میگه جدول زیر داره نقطه جوش 5 تا هیدروکربن رو به ما نشون میده. کدوم عبارت درسته؟ من قبل از اینکه بخوام برم درگیر بشم با گزینه هام چند تا نکته بگم. ما نقطه جوش داریم. اوکی، میدونم که تعداد کربن بیشتر یعنی نقطه جوش بیشتر. حله. پس الان هیدروکربن شماره 1 که دمای جوشش 200 بیشترین نقطه جوش داره، پس بیشترین تعداد کربن رو داره. هیدروکربن شماره 5 که دمای جوشش -150 کمترین تعداد کربن و کمترین نقطه جوش رو داره. من اینو میدونم و کشیدیم و بررسی کردیم که کربن زیاد چه، نیروی ربایش بین مولکولی زیاد میشه، نقطه جوش زیاد میشه، گران روی زیاد میشه، فراریت کم میشه و جاری شدن هم کم میشه. حالا گزینه اول میگه ربایش بین مولکولی هیدروکربن شماره 5، من هایلایتش کنم، از ربایش بقیه بیشتره. من میگم نه دیگه، هیدروکربن شماره 5 با توجه به اینکه کمترین دمای جوش رو داره پس تعداد کربنش هم
کمترینه، پس نیروی ربایشش هم قطعاً نمیتواند بیشتر باشد، از همه کمتر. این از یک. هیدروکربن شماره 1 این بالاییه، نسبت به بقیه تمایل بیشتری برای جاری شدن داره. نه من میدونم 1 بیشترین تعداد کربن رو داره. تعداد کربن زیاد یعنی تمایل به جاری شدن پایین یا گرانروی بالا، پس عبارت شماره 2 هم غلطه. هیدروکربن شماره 3 4 و 5 خب من هایلایتش کنم که رو جدول بررسیشون کنیم. در دمای اتاق گازن 3 4 5. بچه‌ها دمای اتاق معمولا چقدر در نظر میگیریمش؟ معمولا 25 درجه سلسیوس. اگر نقطه جوش یعنی این سه تا کمتر از 25 باشه اینا در دمای اتاق گازن، اما اگر بیشتر از 25 باشه در دمای اتاق مایع یا جامدن. خب الان ما اینجا 25 رو داریم، بعدش شده 0 -50 و -100. قطعاً منفی 150 ببخشید، قطعاً اینا در دمای اتاق گازن. تموم شد. این درست. حالا 4 میگه جرم مولکولی. بچه‌ها جرم مولکولی با کربن در ارتباطه. هر چقدر تعداد کربن بیشتر باشه جرم مولکولی هیدروکربنمون هم بیشتر، یعنی جرم کلیش. جرم مولکولی هیدروکربن 3 از 2 حتما بیشتر است. نه اصلا کی گفته حتما بیشتره؟ الان 3 تعداد کربنش با توجه به نقطه جوشش از 2 کمتره، پس جرم مولکولیش هم کمتره. گزینه 4 هم گزینه اشتباهیه. جوابمون شد گزینه شماره 3. و سوال آخر این فایل رو با هم بررسی کنیم و چند تا نکته مهم دیگر رو بهتون میگم. میگه در کدام ساختار ما یه اتم کربنی داریم که با 4 تا پیوند یگانه به 4 تا کربن متصله. ببین خود سوال خیلی ساده است، یعنی نگاهش کنی جواب مشخصه، اما من میخوام چند تا نکته بهتون بگم. ببینید بچه‌ها هیدروکربن ها خب به 3 تا خانواده کلی تقسیم میشن. یعنی بذار اول 2 تا خانواده رو بگم. یا اشباع یا سیر شده یا غیر اشباع. ببین دارم نکته تیزهوشانی میگم، تو آخرین سوال این فایل دارم نکته تیزهوشانی میگم برای اونایی که تا اینجا اومدن. خیلی‌ها وسط راه ول میکنن میرن، ولی تویی که تا اینجا اومدی قطعا آدم ارزشمندی هستی، پس این نکات رو بدونی خیلی به دردت میخوره. حالا اونی که اشباع ما بهشون میگیم آلکان ها. غیر اشباع ها میشن 2 دسته، یا آلکن یا آلکین. خب حالا فرق اینا چیه؟ وقتی من آلکان ها رو بررسی میکنم، آلکان ها همه پیوندهای بین کربن هاشون پیوند یگانه است. کربن یگانه دارن. آلکن ها یه دونه پیوند کربن دوگانه دارن و آلکین ها یه دونه پیوند کربن سه‌گانه. به دلیل وجود این پیوند دوگانه و پیوند سه‌گانه اینا میتونن توی واکنش شیمیایی شرکت کنن، برای همینه که بهشون میگن سیر نشده یا غیر اشباع. اما آلکان ها چون همه پیوندهاشون یگانه است بهشون میگن اشباع یا سیر شده. اولین عضو آلکان ها رو بهش دقت کنید. اولین عضو آلکان ها میشه 3H4 متان. اولین عضو آلکن ها هم برامون مهمه، پس این شد چی؟ این شد متان. اولین عضو آلکان ها. اولین عضو آلکن ها هم میشه اتن. قبلا تو سوال قبلی درباره‌اش حرف زدم. C2H6. ما معمولا با آلکین ها کاری نداریم. شیمی سال 11 هم تو دوره VIP میگم کامل بهت. اینم از این. حالا ببین چی گفته؟ 4 تا پیوند یگانه به 4 تا اتم کربن.
ببین ما توی ساختار متان یه دونه کربن داریم، پس درسته که اینجا این متانه بچه ها، این الان ساختار باز شده متانه. درسته 4 تا پیوند یگانه داریم ولی خبری از 4 تا اتم کربن دیگه نیست، پس خطش میزنیم. اینجا رو نگاه کن، این الان پیوند سه‌گانه داره، پس جزو کدوم دسته است؟ گزینه 2 جزو خانواده آلکین هاست. من 4 تا پیوند یگانه میخوام، پس این نمیتونه درست باشه. گزینه 4 هم نگاه کن، دارم پیوند دوگانه میبینم. در حقیقت البته بچه‌ها این باید C2H4 باشه، من اینو اشتباه نوشتم، این باید بشه C2H4. در حقیقت ساختار گزینه 4 ساختار اتن است. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، شاید یه جایی ببینید بچه‌ها، به این اتن اتیلن هم میگن، یعنی هر دوتاش یکیه، با هم فرقی ندارن. اما گزینه 3 رو نگاه کن، من یه اتم کربنی دارم که با 4 تا پیوند یگانه به 1 2 3 و 4 تا کربن دیگه متصل شده. این هم از این. پس ما خواسته سوالمون رو توی گزینه 3 پیدا کردیم. هدف از حل کردن این سوال گفتن این نکات خیلی خیلی مهم بود. امیدوارم که لذتشو برده باشید، این فایل براتون مفید بوده باشه. حتما کامنت بذار واسم که دوره به چه صورت بوده. سابسکرایب، روشن کردن زنگوله هم فراموش نشه. اگه نظری داری، اگر سوالی داری هم حتما بپرس، چک میکنم و بهت جواب میدم. دمتون گرم. خدافظ.